لازم نداریم، زبان قرآن لازم نداره. این سه تا جمله رو باید خودت بگی. هر کسی همراه جنازه آمد، نماز خون، بعد تا دفنش هم رفت، 2 قیرات ثواب داره. هر قیراتی مثل کوه. این برای شما که همراهی کرد. مجبور شدید یا نشدید؟ 3 جمله هم شما باید بگی وقتی میری تسلیت جویی یا تعزیه. اعظم الله اجرکم. بیشتر نگیدا. بعضی آروم شدن تا همسایه میاد، زن همسایه میاد، دوباره چه صدای چیغ بلند میشه. حالا چی بکنی؟ مردتون رفت، بعد خیلی آدم خوبیه دیگه چرکوری چلنگو یتیم بوده، خودش آروم شده. بدبخت. تسلیت یعنی آروم کردن، نه شعله ور کردن. زنایی که میرن چه پرسه، یا اونایی که میرن پرسه که دوباره چه اونا رو به جوش بیارن، گریه بکنن، صداشون بلند بکنن، اگر توبه نکنن لباسی از قیره و روغن گداخته شده جهنم چه تنشون میکنه. نوحه کردن پیامبر گفته همچی لباسی تنشون میکنه. اگر بتونید برید اونجا بازماندگان میت و حتی لبخندشون رو جاری بکنید، حتی بعد از مرگ، حتی روز اول این کار پسندیده ایست، لبخندشون رو جاری بکنید. مرد باید بالاخره چه روال طبیعی زندگی چه طی بکنه. به خاطر همین بعد از 3 روز دیگه چه و تسلیت هم همینجا بگید دیگه کسی خانه مزاحم نشه، کسی دیگه نره خانه که هی بلند بشن چای بیارن، هی بلند بشن میوه بیارن، هی فلان بکنن. این 3 روز همسایه‌ها باید